دیو به یک کاسه آب، تو به این آب عدو گهور ایمان مفروش. فراموش نکن انسان، این دنیایی که اینقدر زحمت ها دارد، اینقدر مصیبت ها دارد، اینقدر مشقت ها دارد که اینها هیچ کدامش در جنت نیست. در جنت گرسنگی نیست، در جنت مشکلات نیست، در جنت مصیبت نیست. اینقدر دنیایی که سر مصیبت است، حضرت گفتن با آخرش بسیار مشکل است. وقتی انسان از این دنیای پر مهنت و پر وحشت وقتی که سفر میکند، آخر حیاتش در حضرت گفتن شیطان با یک کاسه آب نزد شما می آید. در حالتی که انسان خیلی تشنه است، اگر بحرها را که در بکشد، تا حال رسول اکرم گفتن انسانی که در سکرات موت است و هیچ کار نمی کند، تشنگیش نمیشکند. از این خاطر رسول الله گفتن اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا پروردگارا مرا در وقت جان کندن و سختی جان کندن خودت یاردم بده. گفته پیغمبر خدا از خداوند مدد طلب کرده است. در همین حالت هم شیطان چیکار میکرد؟ با کاسه آب نزد همه ما و شما، این حدیث صحیح پیغمبر است، حاضر میشود. خدا نکرده باشد ما و شما با فریفته یک کاسه آب شیطان گوهر ایمان مفروش، گوهر ایمان نفروشید. شیطان در اون حالت که رسول اکرم میگه قعد عنده شیطانان، دو شیطان نزد انسان می آمده است در حالت آخری نزع جان ما و شما. چیکار میکرده است؟ یکی از پره راست ما و شما می نشسته است، یکی از طرف چپ ما و شما می نشسته است. فالذی علی یمین علی صفت ابی، پیغمبر خدا گفتن آن کسی که، اون شیطانی که از جانب راست شما نشستگی است، در صورت پدر شما می آید. شیطان خودش را در هر صورت چکار میکند؟ داخل کردن میتواند. با صورت پدر شما می آید، در پهلوی راست شما می نشیند. والذی علی الشمال علی صفت امی، و اون شیطانی که در جانب چپ شما می نشیند، صورت اون پیغمبر خدا گفتن به صورت مادرتان مبدل میگردد. و این پدر چی میگفته است؟ میگفته است یا بنیه، ای فرزند من، این پدر شما نیست، این شیطان است. فرزند من، اینی قد کنت شفیقا محبا، فرزند من تو میدانی من در دنیا چی زحمت ها برای تو کشیدم، چقدر من تو را دوست می داشتم، تو را از چندین آفت ها و مشکلات ها خلاص کردم. مادامی که تو بر من محبت داشته باشی، احترام پدر خودت نگه بداری، مت علی دین نصرانیه، بر دین نصرانی از دنیا بگذر. دین عیسی دینی بر حق است، این دین محمد دینی باطل است. محمد خود پیغمبر نیست. اینا هر کدام ما و شما از زبان این شیطانی که در صورت پدر ما و شماست چکار میکنیم؟ میشنویم. این تمام کرده است، غلبه شیطان دویم سر می شود که صورت مادر است. می گفته است فرزند من، بطنی لک وعاء، تو می دانی فرزند من، همین شکم من 9 ماه بارجاگه تو بود. 9 ماه با تمام مشکلات و درد من در شکم خود تو را برداشته می گشتم. و صدی لک سقاء، این سینه های من برای تو ظرفی بود که از این آب می نوشیدی. و فخذی لک وطاء، این رانهای پای من جای نشستگاه تو بود. فرزند من، من برای تو بسیار مهربان بودم. میت علی دین الیهودیه فهو خیر الادیان، من برای تو نصیحت میکنم که تو بر دین یهودی از دنیا بگذر، این بهترین دین است. وای به حال اون بنده ای که در اون صورت رحمت خداوندی بالای او نریزد، یا دین نصرانی یا دین یهودی را یکی را قبول میکند، خاطر همون یک کاسه آب شیطانو از دنیا به ایمان میگذرد. مولوی میگوید مسلمان بودنی تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. این مسلمان بودن و این در زبانی که ما و شما داریم
اینها میگه چی فایده دارد؟ فایده همین است که اگر شما از دنیا مسلمان بگذرید. مسلمان بودنی تو کی بکار است؟ مسلمان مردن اینجا اعتبار است. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه و خوفی خاتمه بود. همه حضرت ها، همه عزیزای ما و شما فقط و فقط ترس آنها، گریه آنها فقط برای خاتمه بود که خاتمه چگونه انجام یافته باشد. کس نمیداند که وقتی جان سپاری حال چیست، خون دل با غصه مردن خورو غمناک را. هیچ کدام ما و شما نمیدانیم که الحال ما و شما وقتای ما و شما خوش است. ما و شما خدا را شکر با قدمهای مستحکمی خود هر جا که میخواهیم رفتن میگیریم. زبانهای ما و شما در گفتار است، لیکن دم آخری ما و شما چگونه انجام یابد کسی نمیداند. این شما باید دائم در فکر این باشید چگونه انجام یافته باشد. آیا ایمان از دنیا می برده باشیم یا نه؟ اینا باید در فکر هر کدام ما و شما دور بگردد.